عیسی به شهر اریحا در آمده از آن می گذشت. در آن شهر زکای نام مرد ثروتمندی بود که وظیفه سردار اندازگیران را به عهده داشت. وی می خواست ببیند که عیسی کیست، ولی از بس که مردم زیاد بود و زکای قدی پست داشت، او را دیده نتوانست. بنابراین او دویده پیش گذشت و با بالای درخت انجیر برآمد تا که عیسی را هنگام از آنجا گذشتنش ببیند. وقتی که عیسی به آنجا نزدیک شد، به زکای نگاه کرده گفت: زکای، زودتر پایان فرا، من باید امروز در خانه تو بمانم. وی زود پایان فرامده با خرسندی عیسی را مهمانداری کرد. این را دیده همه ناراضگی خود را بیان نموده می گفتند: او در خانه مرد گناهگار مهمان شده است. اما زکای راست ایستاده به خداوند عیسی گفت: ای خواجه، من نصف بایگریم را به بیچارگان می دهم و اگر از کسی با فریب پول ستانده باشم 4 برابر زیادتر بر می گردانم. عیسی گفت: امروز به این خانه نجات آمد، چون که زکای هم از نسل ابراهیم است. زیرا پسر آدمی زاد برای آن آمده است که گمراه شده را کافته یابد و نجات دهد. از بس که عیسی الکی در نزدیکی اورشلیم بود و شنوندگان او گمان داشتند که پادشاهی خدا به زودی فرا می رسد، وی مثل گفتن را دوام داد. یک شخص عالی مرتبه به کشوری دوردست سفر داشت تا حقوق به تخت پادشاهی نشستنش را تصدیق نموده برگردد. پیش از رفتن وی 10 نفر خدمتگارانش را نزدش دعوت کرده به هر کدامش یکتاگی تنگه طلا داد و گفت: در وقت نبودن من این تنگه ها را به کار برید. اما هموطنانش که به وی نفرت داشتند از پس وی سفیرانشان را فرستادند تا رفته چنین بگویند: ما نمی خواهیم که وی بر ما پادشاهی کند. وقتی که او تخت پادشاهی را صاحب شده برگشت، فرمان داد تا همان خدمتگارانی را که به آنها پول داده بود به نزدش جیغ زنند. وی می خواست بفهمد که هر یکی از آنها چقدر فایده به دست آورده است. اولینش آمده گفت: خواجه‌ام، پولی شما 10 برابر زیادتر فایده آورد. پادشاه با وی گفت: آفرین خدمتگاری نیکم، از بس که در اجرای وظیفه اندک وفاداریت را نشان دادی، تو را به 10 شهر حاکم تعیین میکنم. دویمین آمده گفت: خواجه‌ام، پولی شما 5 برابر زیادتر فایده آورد. پادشاه به وی گفت: تو را نیز به 5 شهر حاکم تعیین میکنم. سیومین آمده گفت: خواجه‌ام، انا این همان پولی شما، من آن را بر روی مالچه پیچانده نگاه داشتم، چون که از شما می ترسیدم. آخر شما آدمی سختگیر هستید، از آن جایی که نگذاشته اید می گیرید و آن چیزی را که نکاشته اید درو می کنید. پادشاه به وی گفت: ای خدمتگاری بد، از روی آن چیزی که گفتی به تو حکم می برارم. تو می دانستی که من آدمی سختگیر هستم و از آن جایی که نگذاشتم می گیرم و آن چیزی را که نکاشتم درو می کنم. پس چرا پولی مرا به معاملات ندر آوردی تا که وقتی برگشتنم آن را با فایده اش بگیرم؟ بعد به آنهایی که در نزدش بودند فرمان داد: از دستش تنگه طلا را گرفته به خدمتگار دهید که 10 برابر زیادتر فایده آورد. آنها گفتند: خواجه‌ام، آخر وی الکی 10 برابر زیادتر دارد. من به شما می گویم به هر کسی که چیزی دارد باز داده می شود، لیکن از کسی که ندارد حتی آن چیزی اندکی که دارد گرفته می شود. حالا باشد آن دشمنانم را که نمی خواستند به آنها پادشاهی کنم به اینجا بیارید و در پیش نظرم به قتل رسانید.